اسمم علی است. در یکی از منطقه های کابل ساکن هستیم. از لحاظ اقتصادی کمی از دیگر همسن سالانم فقیر هستیم. ولی خدا را شکرگزار هستم. با پدر تنهایی زندگی میکنیم. سال اول محصل هنرهای زیبا هستم. یعنی حس میکنم اولین قدم برای رسیدن به آرزوهایم رشته ای است که انتخاب کردم. پدرم خدمتکار شاروالی است. پدرم بهترین پدر دنیاست. خب در دانشگاه با ظاهر خیلی ساده و شیک میگردم. چون پدرم ازم خواست تا یک روزی نشه که به خاطر ظاهرم تحقیر شوم. و دوستانم فکر میکنن که من از یک فامیل پولدار هستم. جالب است آدم از هویت خود فرار کند. ولی برای من فرق نداشت. چون من بر رضای پدرم راضی بودم. امروز قرار است یک سمینار از طرف دانشگاه دایر شود و فامیلم حضور داشته باشد. اما پدرم اصلا قبول نخواهد کرد. حالا چی کنم؟ یک بار امتحان میکنم. میشه بیاید. با پدرم زنگ زدم. گفتم سلام پدر. خوب هستین؟ پدرم گفت سلام عزیز پدر. خوب هستی؟ خیریت باشه. در این وقت صبح مگر تو در صنف نیستی؟ گفتم چیز است پدر. امروز یک سمینار از طرف پوهنتون است و باید فامیل حضور داشته باشه. پدرم گفت خوب فهمیدم، نگران نباش، من یک کارش میکنم. گفتم پدر جان. پدرم گفت جان پدر. گفتم میخوایم با اصلیت خودت بیایی. من از تو شرمگین نمیشم. 1 سال است برم گفتی که باید خود از زیر ظاهری که از خودم نیست پنهان کنم. ولی من دیگه خسته شدم پدر. من میخوایم پسر تو باشم. نه او کسی که خود ساختی. پدرم گفت هنوز نه پسرم، خیلی وقت است. خب من تا چند دقیقه دیگر میرسم. فعلا. پدرم تلفن قطع کرد. در راه زینه ایستاد بودم که گروه مخالفم، یعنی گروه سمیشان، گروه خرابکار و بی‌لیاقت که دنیا با وجود امی آدم ها خراب میشه، صدا زد و گفت میبینم هنوز روی پای ایستاده هستی. طرفش دور خوردم و در حالی که لبخند مغرورانه میزدم گفتم اما فکر میکنم تو میخوای روی تخت بخوابی خلافکار. سمی در حالی که با نفرت طرفم میدید با خشم نزدیک شد. در حالی دستانش را در عقبش گرفته بود گفت تو از من ضعیفتر هستی. خنده بلند کردم و گفتم میبینم این حرف کسی میزنه که چند روز پیش به خاطر همین آدم ضعیف در شفاخانه بستر بود. اما تو نیست خلافکار؟ دیگر سمی چیزی به گفتن نداشت. فقط چیزی را که باید میفهمید فهمید. گفت بریم بچه. من هم گفتم به سلامت جناب. میخواستم دوباره دور بخورم که مریم را دیدم. مریم هم کلاسیم و هم تیمیم است. پدرش یکی از سرمایه‌دارترین افراد افغانستان است. ولی مریم خیلی دختر زیباست و همونطور مهربان. با لبخند که قلبم را به تپش می انداخت نزدیکم شد. گفت سلام علی، خوبی؟ گفتم سلام مریم، یعنی مریم خانم. مریم گفت فقط مریم درست است. گفتم اما مریم. مریم گفت اما نداره، 1 سال شده، کمی راحت باش. گفتم درست است. راستی چیزی میخواستی؟ گفت چیزی نه، یعنی میبینم که دوباره اینها پیدا شدن. گفتم کیها؟ مریم گفت سمی و دوستانش را میگم. گفتم ها، اینها را میگی؟ خب چیزی ازشان نمیایه. مریم گفت اگر آمد چی؟ گفتم نگران نباش مریم، اونا خیلی ضعیف هستن. گفت من نگران تو هستم. با این حرف مریم قلبم از خوشی پرواز میکرد. به طرفش دیدم و او از شرم سرش را پایین کرد. گفتم به خاطر من؟ مریم گفت یعنی چیز مقصدم این بود که اونا باز جنجال برپا نکنن. خوب میفهمی که چند ماه قبل سر چی بلا آوردن. ببین حتی سرت از خاطر اونا زخم برداشته.
در حالی که لبخند بر لب داشتم گفتم خب باشه، اما دیگر با آنها کار ندارم. درست است؟ نگران نباش. مریم گفت درست است. با مریم حرف می زدم که پدرم آمد، ولی با همان ظاهر پولدارها. با خودم می گفتم ها خدایا، من که گفتم دیگر قسم نمی خوایم. همین قسم با خود درگیر بودم که پدرم نزدیکم شد. گفت سلام، خوبین بچه ها؟ گفتم سلام پدر، خوبی؟ بخیر آمدی؟ پدرم گفت بخیر باشی بچه‌ام. مریم هم گفت سلام کاکا جان. گفتم پدر، مریم هم صنفیم است. پدرم گفت اوه خوب هستی دختر مقبولم؟ زیاد ازت شنیده بودم، مگر از چیزی که فکر میکردم زیبا هستی. گفتم پدر جان. پدرم گفت چی است؟ دروغ است؟ خودت هر شب تعریف نمیکردی؟ مریم گفت علی، پدر جان راست میگه؟ گفتم چیز؟ نخیر، پدرم کمی شوخی میکنه. فقط از خوبی هایت گفتم، چند بار، فقط همی. پدرم گفت فقط چند بار نه دخترم، از سر صبح تا شام مریم گفته میره، بیخی سر مرا میخوره. گفتم بابا بد است. خب بیا این حالا جلسه شروع میشه. مریم گفت بریم آقا علی. با مریم گفتم آه مریم، تو حرفای پدرم را باور نکن. با خدا همون تو بعضی وقت قصه میکنیم، فقط همی. مریم با او چشمهای سیاهش به طرفم لبخند میزد، ولی من در تعجب بودم که چرا قهر نشد. نه که او هم ازم خوشش میآید. نه بابا، مام چی میگم؟ ما کجا دوست داشتن کجا؟ اگر از اصل گپ خبر شوه حرفم نمیزنه، چون هرچی نباشه پولدار است. آن روز من عشق مریم را در دلم حس کردم، حسی که مثل موج در دریا غوطه میزد. یعنی این حرفش چی معنی داره؟ یعنی او واقعا عاشق من است یا ای که حس توهم داشتم؟ نمیدانم. اما در رفتار ظاهر مریم این حس می شد که انگار یک قسمی راز دلش را برملا کرد. در جلسه همه حضور داشتند، مدیر، استادان، رئیس پوهنتون و خانواده های محصلین. مدیر در حال حرف زدن بود که اسم مرا صدا زد. استاد مسعود گفت جای داره یک تشکری خاص از علی جان، محصل نخبه این پوهنتون که واقعا لیاقتشان قابل قدر است داشته باشه که با وجودشان در این پوهنتون نام پوهنتون را به مقامات بالا رساندند. واقعا در وجود چنین محصلی استادان ما اعتماد به نفس هدیه میکنند. با حضور داشته آقا احسان پدر علی جان میخوایم چیزی را اعلان کنم. اول میخوایم دعوت کنم از علی برای استیج. علی جان لطفاً بیا بالای استیج. همه با کف زدن شروع کردند و منی که مات حرفای استاد مانده بودم که صدای مریم مرا دوباره در مجلس دعوت کرد. مریم گفت علی تو را صدا میزنن، چرا نمیری؟ گفتم آها فکرم نبود، میرم. استاد گفت علی جان فکر کنم یخ بستی. همه با حرف استاد خندیدن و من پر بودم از اضطراب و صورتم مثل لبلبو شده بود. با قدم های تیز خود را به استیج رساندم. واقعا احساس غرور داشتم. استاد گفت آقا احسان واقعا شما خوشبخت هستین که چنین پسری دارین. و پدرم که اشک شوق در چشمان و لبخند بر لب از جایش بلند شده بود و کف میزد. واقعا آن لحظه چقدر به خودت افتخار میکنی که باعث چنین احساس در وجود پدرت شوی. استاد گفت خب محصلین عزیز و گرامی، قرار است یک دیپارتمنت شکایات تهیه کنیم نسبت به شکایات زیادی شما و هر کسی از شخصی یا استادی یا هر شکایتی داشته باشند به این شعبه جدید میتوانند حضور ببرند و شکایتشان را درج کنند و ما رسیدگی میکنیم. گفتم استاد ببخشین میشه ما برم بشینم؟ کم از ضعف کنم. استاد گفت کمی طاقت کن، از این به بعد زیاد خواهی دوید. گفتم باشه خدا خیر را پیش کنه،
اما نمیشه حالی بروم؟ استاد گفت علی یک دقیقه صبر، اجازه بده من حرفم تکمیل کنم، همه سهل دارن. گفتم صحیح است، ببخشین. استاد با لبخند کنج لبش رویش را در داد و گفت قسمی که ما اساتید و استادان محترم تصمیم گرفتیم رئیس این شعبه یا دیپارتمنت جدید از امروز به بعد علی جان است و شکایتی که شما درج کردین را به دسترس ما میرساند. دهنم از تعجب باز مانده بود. یعنی من خواب میبینم؟ یعنی چی؟ خدایا اصلا باورم نمیشه. همه سر پا ایستادن و کف زدن. تمام چهره هایی که کف میزد داستان های عجیب حکایت میکردند. مثل چهره پدرم و مریم که از دل خوشحال بودند، مثل چهره سمی و دوستانش که پر از نفرت، خشم و حسادت، مثل بعضی چهره های دیگر مرموز. بعضی چهره ها عجیب بودند، ساکت و خاموش، انگار اصلا نشنیدن یا هم شنیدن برای خود نآوردن. بعضی چهره ها پر از تمسخر و رازهای عجیب که اصلا قابل خواندن نبود. خب سمینار از چیزی که فکر میکردم خوبتر تمام شد و همه بیرون شدن. استاد مسعود میخواست داخل دفتر شوه. صدا زدم استاد. گفت بله علی جان. گفتم چرا برم نگفتین؟ حداقل یک آمادگی میگرفتم. استاد گفت علی جان آرام باش، کمی نفس بگی. خب حق به حقدار رسید، تو لیاقت بیشتر از اینها را داری، فقط باید با بعضی مؤثلین سر و کله نزنی، مخصوصا میخواست نامی از کسی ببره. گفتم مخصوصا سمیشان. استاد گفت بله، پدرش خیلی پولدار است، هرچی نباشه وکیل است. برای ما و تو کمی مبارزه با اونا سخت است. یادت نره دفعه قبل سر چی بلا آوردن. من نگران تو هستم. گفتم خب جزای او کارشان هم دیدن استاد. استاد گفت از امی خاطر میگم مراقبتر از قبل باش، خیلی با تو چپ شدن. گفتم میدانم استاد، نگران نباشین، هیچ وقت مثل قبل نمیشه، حداقل از طرف من دلتان جمع. استاد گفت علی به تو باور دارم، حالی سری درست برو، بعد از اینکه رخصت شدی بیا دفترم، درباره تایم کاریت حرف میزنی. گفتم درست است استاد، فعلا. داخل صنف شدم، در جای همیشگی در کنار مریم نشستم. مریم گفت کجا بودی رئیس صاحب؟ گفتم تو را خدا مریم، حداقل تو رئیس نگو، رئیسی چی کاری چی؟ مریم گفت اوه چرا نیک میشرمی؟ گفتم شرم از کجا شد مریم؟ مریم گفت خب پدرت هم رئیس است و تو هم شدی، هنوز بهتر. در دلم گفتم اگر خبر شوی دیگه بروی علی هم نگاه نمی کنی. به طرفش دیدم و لبخند تلخی زدم. مریم گفت چرا این قسم سهل داری؟ گفتم هیچ عزیزم، پشتش نگرد. چندین ماه گذشت و مصروف شغل تازه بودم. قرار شد نصف روز درس بخونم و نصف روز در دیپارتمنت تازه کار کنم. در طول روزهای کاریم سر و کله زیاد زدم. هنوز گروه خلافکار از سرم دست بردار نبودن. هنوز امو کارهای خلاف و اذیت و آزارهای دختران و زورگویی بالای پسران و در پهلوی اینها شکایت‌های بیشمار از آنها هر روز به دستم می‌رسید. مگر چه قسم آدم‌ها هستند؟ خدایا اصلاً برشان مهم نیست. با وجودی که 3 بار از طرف مدیریت اخطار اخراج شنیدن، اما کجاست گوش شنوا؟ روی میز کاری پر بود از شکایت‌های گروه خلافکار. فکر می‌کردم که باید چی کار کرد تا با آنها یک درس خوب باشه. سرم از درد زیاد می‌خواست پاش شود. از سر چوکی بلند شدم، گلاس قهوه‌ام را بلند کردم و جرعه‌ای از آن نوشیدم. از لای پرده‌های دفتر در بیرون نگاهی انداختم که گروه خلافکار مرا به خودش جلب کرد. یک دختر را آزار می‌دادند. کمی نزدیک شدم، چشمانم را زیر کردم، دیدم او دختر مریم بود. اعصابم به هم ریخت. گلاس را کنار گذاشتم و از دفتر خارج شدم و با قدم‌های تند خودم را به صحن حویلی رساندم. واقعا مریم بود. در حالی که سرش را خم گرفته بود، بالای چوکی نشسته بود. فقط سکوت کرده بود. کمی دورتر از او سحاک و شکیب ایستاد بود و تماشا میکرد.
و تمام محصلین نیمیشان به آنها نظر داشتند و نیمیشان هم به کار خود مصروف بودند. تنم به جوش آمد وقتی دیدم مریم را چنین شکنجه روحی میکنند. قدم برداشتم به طرفشان. حرکت کردم. یکی از دوستهای سمی با دستی که به شانه سمی زد او را متوجه مکرد. نزدیک شدم و صدا زدم. شرم است اینقدر شما حقیر هستین که به یک دختر زورتان را نمایش میتین؟ اگر کمی مرد هستین با ما مقابل شوین. مریم وقتی متوجه ما شد از جایش بلند شد و در کنارم آمد و گفت علی لطفاً با اینها غرض نگی، بریم. سمی با لبخند خبیثانه گفت اوه چی شد عشقم؟ تا بیشتر که مثل طفلهای معصوم شده بودی. با عصبانیت نزدیک شدم. یخن سمی را گرفتم و گفتم حرف دهنت را بفهم حرام زاده. تو با یک دختر چه قسم حرف میزنی؟ اگر به خودت احترام نداری حداقل به دیگران احترام داشته باش. مریم از ترس میلرزید. دستم را کش کرد و گفت علی بیا بریم لطفاً علی. گفتم مریم از اینجا برو. سمی با خونسردی دستم را از خود خطا داد و گفت ببین مرغک ما احساساتی شد، وای خدا. و با حرکت عجیب گفت واقعا ترسیدم خدای من. با این کارش تمام دوستانش خنده بلند کردند. ولی این مریم بود که هنوز میگفت بیا بریم علی، خواهش میکنم. دور خوردم و با عصبانیت اولین بار بود که با مریم این قسم رفتار کردم که سخت پشیمان شدم. با صدای بلند که شبیه چیخ گفتم از اینجا برو. مریم با این صدا مات و مدهوش ماند. جا به جای ایستاد. چشمانش مثل کاسه آب شده بود. چقدر درد دید و قلبم مثل شیشه شکسته شده. میتوانستم دردش را احساس کنم که قلبش چقدر ناراض شده بود از پیش من. از چشمان پرغضب من که آتش میبارید، ولی مریم آزرده شد و با عصبانیت از پیشم رفت. چشمانم را بستم، اوفی از دلم کشیدم و صدا زدم مریم. اما او رفت. سحاق و شکیب نزدیکم شدند تا مانع ما و سمی شوند. و طرف سمی دیدم ولی او قیافه‌ای به خود گرفته بود که بیشتر عصبانیم کرد. دلم میشد در خاک دفنش کنم. اما نزدیک شدم و گفتم اگر یک بار دیگه به مریم نزدیک شوی با دستان خودم میکشمت. ولی سمی با خنده های خبیثانه گفت خیلی دختر زیباست، مریم را میگم. وقتی با او عروسی کنم کار ما هم جور میشه. آخر هرچی نباشه از خانواده پولدار است و کار ما هم رونق پیدا میکنه. چطور بچه؟ همه با هم یک صدا خندیدن. با عصبانیت دوباره نزدیک شدم و گفتم تو با مریم در یک راه رفتن نمیتونی، چه برسه ازدواج کنی. از خواب بیدار شو حرام زاده. سمی با عصبانیتی که در خونش جوش میزد مرا به عقب هل داد، چنانکه نزدیک بود به عقب بیفتم. سمی گفت اگه ازش دور نشم چی؟ تو چی مریم میشی؟ برو به کار خودت برس. مگر تو کار دیگه ای نداری جز دفاع از دخترهای پولدار مثل عشق من؟ با مشتی که بروی صدم روی زمین افتاد. دوستاش میخواستن که بسرم بریزن که با صدای استاد مسعود به خود آمدن. استاد مسعود گفت اینجا چی خبر است؟ گفتم فقط خواستم برشان درس اخلاق بدم استاد. سمی گفت تو برو اول اخلاق خود جور کو، مثل کنه در جان دخترهای پولدار چسبیدی. گفتم ای آدم بی‌نزاکت، به حق استاد مسعود دعا کو، اگر نه حالت از این خرابتر میکردم. آدم پست. استاد گفت علی خفه شو. گفتم دیگر با اینها کار نگیر، مگر حرف شنو نیستی؟ گفتم اما استاد شما نمیفهمین که با دخترها چه قسم رویه میکنن استاد. و استاد حرفم را قطع کرد. سمی با کنایه گفت کمی حرف شنو باش بچه جان، با بزرگها کار نگیر، کمی احترام داشته باش. و با دوستاش زدن زیر خنده. استاد عصبانی شد و بلند گفت سمی تو هم چوب باش، چند بار برای اخطارنامه فرستادم اما چشم حیا نداری. سمی گفت والا استاد جایی که حیا توضیح می شد ما نوقت رسیدیم، ببخشین با ما نرسید. چطور بچه؟ همه باز هم خندیدن. استاد گفت ببین درست است که با قدرتی که پدرت داره تو اینجا زورگویی میکنی، اما برات به بار آخر میگم
سمی مرا مجبور نکو تو را از پوهنتون بکشم. و بار آخر میگم. در حالی که لبخند بر لبانم داشتم، سمی گفت استاد هر کاری میکنی بکن، ولی من با کمی رشوت و یک امر دوباره پس میایم. استاد دیگر چیزی نگفت. به طرف ما اشاره کرد و گفت تا کتابم تمام نشده همیتون برین خانه. سحاک و شکیب از ما دور شدند. استاد رفت و سمیشان هم دور شدند. یک باره یادم آمد که مریم با سرعت به طرف کافتریا رفته، ولی نبود. به صنف‌ها نگاهی انداختم، ولی نبود. نگران شدم چقدر گریه کرده باشه. به صنف کامپیوتر رفتم، ولی اونجا هم نبود. از عصبانیت موهایم را به پشت کشیدم، ولی هیچ جا نبود. موبایلم را کشیدم، زنگ زدم، ولی تلفنش خاموش بود. ای خدا میگم با تو چی کار کنه علی؟ دل دختر شکستی. نمیفهمم کجاست. در دلم زمزمه میکردم که مریم خدا نشان بده، خواهش میکنم که یک باره نگاهم به گلسوم برخورد کرد. بلند صدا کردم گلسوم. گلسوم ایستاد و با پشت خود نگاه کرد. نزدیک شدم و گفتم مریم را ندیدی؟ گلسوم گفت نه ولا. 15 دقیقه پیش با چشمان اشکی به طرف خانه رفت. هرچی پرسیدم چیزی نگفت، فقط گریه میکرد. اوف خدایا اوف. گلسوم گفت علی تو خوبی؟ چیزی شده؟ گفتم هیچی خواهر، فقط پرسیدم چون ندیدمش از او خاطر. گفت نگران معلوم میشی علی، مریم خوب است؟ گفتم اوف هیچ، باز برات میگم. ببینم سمیشان دیگه آزارت نمیتن؟ گفت نخیر لالا، فقط امو پرزه های تکراری. انسانی که با حرف زدن آدم نشه با چیز دیگه ای آدم نمیشه. گفتم باشه جان لالا، حالی میرم با اجازه. داخل دفتر شدم. ورقهای شکایات را جمع کردم. در زیر زبان گفتم باز میبینی آدم احمق که چطور از این پوهنتون بیرونت میکنم. با اوراق به دست داشته خود به طرف دفتر استاد مسعود رفتم. تک تک کردم و اجازه ورود خواستم. گفتم استاد اجازه است؟ استاد با عینک‌های گردش در حال خواندن ورقی بود. با شنیدن صدایم ورق را کنار گذاشت و گفت بیا علی، من هم منتظر تو بودم. گفتم خیریت باشه استاد مسعود. استاد گفت اول تو بگو که این اوراقی که در دستت چی است؟ گفتم ها، اینا اوراق شکایت هستند که متاسفانه بغیر از 2 ورق تمامش از سمی است. استاد اوراق را گرفت و به دقت در حال مطالعه شد. بعد از 1 ساعت به فکر فرو رفت. گفتم استاد درباره چی فکر میکنین؟ این قسم نمیشه، باید یک کارش کرد. این قسم تمام پوهنتون را اذیت میکنن. استاد از جایش بلند شد. در طرف کلکین قدم ماند. انگار غرق در افکار پراکنده شده بود. پشت راه حل میگشت، اما فقط به بیرون نگاه میکرد. دستانش را در جیبش گذاشت و نفس عمیق کشید و گفت بله، همه در عذاب هستند، زیادتر محصلین. همگی خواهان امی هستند که از این پوهنتون بیرون شوند. گفتم خب راه حلی دارین؟ استاد گفت فکر میکنم علی جان، فکر میکنم. خب اگه کار تمام شده تو هم برو خانه. حل علی جان. گفتم چشم استاد جان، فعلا خداحافظ. از پوهنتون بیرون شدم و به طرف خانه رفتم. فکرم به مریم بود. دوباره زنگ زدم اما خاموش بود. دست به جیب خود بردم. بغیر از دفترخوانی چیز دیگه ای نبود. در دلم گفتم در بگیری غریبی، هنوز حقوق ماهانه تا نگرفتی، تا آخر ماه چه قسم برسانم؟ باید پای پیاده برم، دیگه راهی نیست. تقریبا از پوهنتون تا خانه ما زیادتر از 1 ساعت فاصله داشت. آسمان تاریک شده بود، روشنی جایش را به تاریکی عوض کرده بود. نفسم سوخته بود. داخل خانه شدم که ما و پدرم با هم زندگی میکردیم. خانه گفته نمیشد، زیادتر به خانه های مخروبه و قدیمی شباهت داشت. سقف خانه با چوب‌های دیر و گل پوشیده شده بود.
و غیر 2 بالشت و 2 تشک، 2 کمپل و چند ظروف کهنه و 1 ترمز و بالون گاز در کنج اتاق چیز دیگری نبود. کناره اتاق را با پرده سرخ پوشیده بودم. تمام لباسهایم را در پشت آن پرده پنهان کرده بودم. در دیوار این اتاق عکس مادرم نصب بود، درست مقابل چشم ما. پدرم در حال دم کردن چای سبز بود. خودم را در دیوار تکیه دادم و سلام دادم. از فرط خستگی نفسهای تند می زدم. پدرم بعد طرفم دید و گفت خسته نباشی علی جان. گفتم زنده باشی پدر جان، امروز وقت آمدی. پدرم خنده کرده و گفت نه خیر، ولی فکر می کنم تو خیلی راه را پیاده آمدی. باش فکر کنم. حس می کنم تو کمی دیر کردی. نخواستم پدرم بفهمه. گفتم خوب کمی پیاده روی کردم، از او خاطر. فقط هوا خوردم. خیلی هوا خوب بود. پدرم با نگاه‌های تاثیرپذیر توانست ذهنم را بخواند. آمد کنارم نشست و گفت عزیزم، علی جان، من پدرت هستم. فکر نکن من چیزی را نمیفهمم. تو به من دروغ گفته نمیتوانی. حالی بگو ببینم چی شده. عروسم خوب است؟ گفتم بابا، عروس چی؟ تو را خدا بس کو. مریم فقط دوستم است. همین که گرچه امروز دلش را شکستاندم. نمیفهمم مرا دوباره میبخشه یا نه. اما هرگز امروز را فراموش نمیکنم. پدرم در حالی که کتابی در دستش بود و میخواند گفت خب چی کار کردی؟ تمام جریان امروز را به پدرم قصه کردم و پدرم شنید اما هیچ چیز نگفت. گفتم پدر، من واقعا امروز نمیفهمم چی کار کردم. پدرم گفت دوستش داری؟ با تعجب به طرف پدرم نگاه کردم. دوباره گفتم دوستش داری؟ گلونم را صاف کردم. میخواستم انکار کنم اما قلبم میگفت بگو دوستش داری. عقل و قلب با هم دعوا داشتند. جنگ جهانی را انداخته بودند. در این میان زبانم بود که سکوت اختیار کرده بود. پدرم عینک‌هایش را از چشمایش دور کرد و از جاش بلند شد و گاز را روشن کرد. دیگ غذا را در بالای گاز گذاشت. گفت ببین علی، وقتی آدم عاشق یکی میشه در مقابل او آدم حساس میشه. مثلا کاری که تو کردی امروز مثل بچه‌های فیلم رفتی ازش دفاع کردی. بعد وقتی آنها خواستن بیشتر حرص تو را زیاد کنن به تو تیکه انداختن و تو را بیشتر عصبانی کردن و تو هم که مشتی به او تقدیم کردی. ببین علی جان، من میدانم تو عاشق مریم هستی. بیشتر میخواهیش، اما فردا اولین کاری که باید بکنی باید بری و حرف دلت را برش بگویی. مهم نیست مریم در مقابل حرفهای چی عکس‌العمل نشان میده، اما حداقل بارت کم میشه. شاید برات جواب مثبت نده، اما از حسی که در مقابلش داری با خبر میشه. نگران نباش، همه چیز جور میشه. پدرم راست میگفت. اساس شده بودم در مقابلش. وقتی به طرفم میخندید انگار دنیا میخندید. با او خوش بودم، به او غمگین. امروز بیشتر از او قلب خودم شکست، چون طاقت دیدن ناراحت شدنش را ندارم. درست است اگر من حرف دلم را برش بگویم از احساسم خبر میشه، ولی او وقت مثل حالی کدوم خواهد بود ازم دور نمیشه. مرا به چشم چی کسی خواهد دید؟ عاشقش یا کسی که برش نظر بد داره، یا شاید اصلا برش مهم نباشه. اما هر چی شوه گپ دلم برش میگم. آن شب ذهنم را دور از همه هیاهوی زندگی و خستگی‌های امروزی آزاد کردم و فقط لبخندهای مریم و چشمان سیاهش را جایگزین ذهنم کردم. عشقم خودش دنیا است. امروز روز سوم شد که مریم در دانشگاه نامده. این 3 روز مثل 3 قرن گذشت. در کافتریا با سحاک و شکیب نشسته بودم که چشمم به طبقه بالا افتاد. خدای من چی میبینم؟ از جایم بلند شدم. نزدیک کلکین شدم تا درست ببینم. لبخندی زدم. خدای من او مریم است. چشمایم درست میبینه. سحاک گفت چی شده علی؟ کی را نظاره داری؟ شکیب گفت بسیار ساده استی سحاک. یعنی هنوز نفهمیدی؟ علی ساده ما دل داده. سحاک گفت کی است؟ شکیب در جواب گفت ببین و طرف مریم اشاره کرد. گفتم شکیب آدم باش. شکیب گفت مگر دروغ است تو عاشق مریم نیستی؟ گفتم عاشق چی است؟ فقط دوستم است. سحاک گفت علی مگر ما طفل هستیم رفیق؟ گفتم بله، از همون طفل‌های مضر.
سحاک و شکیب زدن زیر خنده. شکیب گفت ببین اگر این قسم که چشمایت با دیدنش برق میزنه، اگر این قسم طرف هر کس سیل کنی دل میبازه. به طرف هر دویشان خیره شدم و گفتم پس حتما خودشم میدانه. خب بگذر، چند روز میشه با ما قهر است. 1000 تا پیام گذاشتم ولی جواب نداد. خب بچه من میرم تا ببینم چی میشه. شکیب گفت موفق باشید دل داده. از پله ها بالا رفتم، درست جایی که مریم با گلسوم صحبت میکرد. تا مرا دید باز هم میخواست بره. با گلسوم اشاره کردم که بره. گلسوم گفت من میرم کتابخانه با اجازه. مریم سرش را خم گرفت و به طرف بیرون به نقطه نامعلوم خیره شد. بعد از چند دقیقه سکوت گفتم مریم، ولی مریم هنوز قهر بود، جواب نداد. گفتم معذرت میخوایم مریم، به خدا دست خودم نبود. مریم گفت مهم نیست علی. گفتم خب وقتی دیدم او احمق‌ها تو را اذیت میکنن طاقت نآوردم. گفت اما در مقابل همه خوب درست مرا خورد کردی. سرم را خم گرفتم و گفتم میدانم هیچ دردی را معذرت خواهی دوا نمیکنه. مریم گفت خوب است. گفتم مریم چند روز کجا بودی؟ گفت کمی مریض بودم، از او خاطر نامدم. دیگه سوال نداری یا قالی؟ استاد صنف رفته. گفتم دارم. سمی برای چی گفت؟ مریم جا خورد. معلوم میشد انتظار چنین حرفی نداشت. با لکنت زبان گفت چیز یعنی هیچ چیز نگفت. با چی رایقه نگران هستی؟ مگر برات مهم است؟ گفتم فقط چیز. مریم گفت فقط چی؟ گفتم تو برام مهم هستی. من طاقت چنین رویه تا ندارم. با نگاهی معصوم به طرفم دید ولی چیزی نگفت. چشمانش دریا شده بود. ازم دور شد. منجمد شده بودم. زبان سکوت کرده بود. نتونستم چیزی را درک کنم. اما حتما کاسه زیر نیم کاسه بود که من بیخبر بودم. در کنار سحاک نشستم. استاد در حال درس دادن بود. ولی رفتار مریم مرا هر لحظه در خود فرو می برد. هر باری که به طرفم می دید می خواست چیزی را بیان کند. اما کجاست کتابی که سکوت را ترجمه کند؟ با صدای سحاک به خود آمدم که گفت چی شد؟ با بالا انداختن شانه هایم سکوت کردم. شکیب گفت یعنی چی؟ گفتم او را چیزی شده. من هیچ وقتی مریم این قسم ندیده بودم. ازم خفه نیست. جواب این حالتش فقط پیش یک نفر است. شکیب گفت کی؟ از جایم بلند شدم و از استاد اجازه خواستم. گفتم استاد میشه ما برم؟ کمی در اداره کار دارم. سحاک گفت استاد میشه ما و شکیب هم بریم؟ استاد با اشاره دست اجازه داد. و طرف چمن دانشگاه رفتم. دیدم سمی و دوستایش مثل همیشه سرگرم یاوه‌گویی ها هستند. نزدیک شدم. با سلفی که گرفتم توجهشان را به خود جلب کردم. سمی با خنده نچندان خوشایند به طرفم آمد. گفت ببینم خیلی دلتنگم شدی؟ اینقدر دلتنگی برات خوب نیست. چشمایم را بستم تا قهرم را قورت بدم. گفتم گوش کو، آمده مثل دو آدم بالغ با هم حرف بزنیم. سمی گفت خب هرچی میگی زودتر بگو، وقت ندارم. گفتم او روز بر مریم چی گفتی؟ سمی زد زیر خنده. در حالی که میخندید گفت چرا؟ همراهت قهر کرده؟ گفتم سمی مثل بچه آدم جواب بدی. اگر نه با زبان خودت همراهت حرف میزنم. سمی گفت یعنی باید بترسم؟ کمی نزدیک شد و گفت با تو چی؟ تو کی هستی که برات جواب بدم؟ رئیس اینجایی؟ گفتم ببین فقط یک شکایت دیگر باعث اخراجت از دانشگاه میشه. پس مثل آدم باش. سمی خنده بلند کرد و گفت اقرار میکنم ای بار ترسیدم. دوباره با رفیقهایش زدن زیر خنده. با مشتی که در رویش برخورد کرد افتاد زمین.
سها گفت علی آرام باش. سمی گفت ای بیشرف، تو سر کی دست بالا کردی؟ با آتش بازی نکو، میسوزی بچه پدر. سمی با مشت محکم مرا به زمین انداخت. رفیق‌هایش با سحاق و شکیب درگیر شدند. بعد از مدتی استاد مسعود در حالی که ورقی را در دست داشت مطالعه میکرد. با اخم‌های نچندان خوشایند به طرف ما میدید. در دلم ترس و دلهره پیدا شده بود. چیزی نمانده بود از حال برم. وقتی چیزی مهمی باشه استاد مسعود به خود چهره خشن میگیره. با قدم‌های آهسته از میزش دور شد و به ما نزدیک شد. عینکش را پایین کشید تا سر بینیش و خطاب به سمی گفت مگر حرف شنو نیستی بچه؟ سمی که سرش پایین بود سرش را بالا کرد و گفت ولی اول علی شروع کرد استاد. با صدای نچندان بلند گفتم استاد گناه من نبود. استاد گفت چوب باشین، دفعه چندم است، مثل موش و پشک به جان هم میفتین، کمی از سن سالتان خجالت بکشین. مثلا شما آینده سازان کشور هستین، قدتان بلند شده ولی عقلتان هنوزم مثل طفلهای کودکستان است. ورق دست داشته‌ایشه و سمی داد و گفت تو اخراج هستی سمی، بیرون شو. احساس می کردم تمام خوشی های دنیا را برم داد. خوش شدم و لبخندی کجی به او کردم. سمی از قهر زیاد سرخ شده بود. چیزی نمانده بود که مثل بمب های ساعتی انفجار کند. با نگاهی بعد به طرفم دید و از اتاق بیرون شد. استاد به ما گفت علی، نمره دم از ما کم میشه که پسان گله نکنی. اخم‌هایم در هم رفت. در کاری که مقصر نبودم جزا ببینم. گفتم اما استاد. استاد گفت علی برو به صنفت. مریم. در خانه بودم. گوشهایم در حرفای پدرم به صدا آمده بود. حرفایش در سرم میچرخید که میگفت تو باید با پسر دوست من ازدواج کنی. آخر مگر چرا به من حق انتخاب نمیداد؟ با صدای دروازه به خودم آمدم. پدرم گفت مریم. گفتم میخوایم تنها باشم. گفت من خوبی تو را میخوایم دخترم. گفتم نخوا پدر، ما با او سمی ازدواج نمیکنم. پدرم گفت مریم به حرف پدرت گوش کن. من پدر تو هستم. فقط میخوایم خوشبخت شوی. با گریه و بغض گفتم پدر خوشبختی من در پول، موتر و خانه نیست. چرا اینقدر ظالم شدین؟ پدرم گفت سمی تو را خوشبخت میکنه. من نمیتوانم به بهترین دوستم جواب رد بدم. در حالی که اشکهایم میریخت سرم از درد کرخ شده بود. چشمانم به سوزش آمده بود. موهایم را با دستم میکشیدم. گفتم پدر زندگی ما مهم است یا مردم؟ پدرم گفت مریم کاری نکو که پشیمان شوی. گفتم ولی اگر شما کاری کردین حتما پشیمان میشین. حالی لطفاً میخوایم تنها باشم. پدرم رفت و ما ماندم و یک عالم از تنهایی و بغض‌های پردرد. دردناکتر از هر دردی، درد عشق. به علی فکر میکردم. اگر روزی به اون نرسم دنیایم نابود خواهد شد. دیگر توانایی زندگی کردن را از دست میتم. نفسم قید میشد. مثل دیوانه ها شده بودم. درست فکرم کار نمیکرد. فقط گریه میکردم. شاید علی از حسم خبر نداشت. ولی من از حس او خوب میدانستم. هر وقتی که مرا میدید لبخند میزد. با من زیاد مینشست. ساعتها با هم قصه میکردیم. خب چی میدانستم که یک روزی عاشق او میشم و او تمام من میشه. نفسهایش، صدایش، لالایی شبانه من میشه. عکسش بهترین تصویر ذهنم میشه. بودنش باعث آرامش من میشد.
نبودنش مرا بیقرار می کند. فکر نکردن به نبودنش مرا نابود می کند. شاید او مرا بیشتر از یک دوست نداند. ولی من او را بیشتر از یک دوست دارم. علی مهربان و خوشقلبم. چگونه خودم را بدون تو بدانم در حالی که تو تمام من شدی و مرا بدون اینکه خودت بدانی با بودنت مرا در آغوش عشق میکشی و هر روز مرا عاشق‌تر میکنی. 1 ماه شد. از دست علی فرار میکردم، اما تا کی ای که پزش پنهان کنم؟ مگر روزی نخواهد آمد که همه چیز را علی بداند؟ پس چرا فرار؟ تا کی از ترسی که در دلم است فرار کنم؟ خدایا من چی کنم؟ قبل از اینکه ناوقت شود باید با علی حرف بزنم، اما باید رو در رو. بله، بهترین کار همی است. علی: صبح بود. میخواستم امروز که رخصتی است باید یک کار کنم تا با مریم گپ بزنم، اما چی قسم؟ 1 ماه شد. اصلا همراهیم راحت نیست. مگر این دختر چی شده؟ یک دفعه از چی فرار میکنه؟ از من؟ طاقتم به سر رسیده بود. در آفتاب نشسته بودم. در فکر راه حل بودم که صدای موبایلم بلند شد. نگاهی انداختم. مریم بود. چشمایم از خوشحالی برق میزد. لبانم لبخند داشت. صدایم را صاف کردم و جواب دادم. مریم گفت بله. گفتم سلام مریم، ما میخواستم برات زنگ بزنم. مریم گفت خوب میدانم. من زنگ زدم. اگر وقت داشتی باید ببینی. از جایم ایستادم. بالاخره روزش رسید تا مریم خودش حرف دلش را برام بگوید. گفتم حتما. در کجا؟ مریم گفت در رستوران نزدیک دانشگاه. گفتم باشه، حتما میبینیم. تلفن را قطع کردم و به اتاقم رفتم. یک پتلون به رنگ آبی و بلوز به رنگ آسمان را بتن کردم. موهایم را بالا زدم. با عجله بیرون شدم که با پدرم روبرو شدم. پدرم گفت بخیر در این روز جمعه. گفتم دانشگاه پدر. پدرم پوزخندی زد و گفت احسان، در این روز جمعه دانشگاه چی کار میکنی؟ گفتم خب دانشگاه نه، با دوستای میرم رستوران. پدرم گفت خب با دوستات یا با دوستت؟ و چشمک زد. از شرم سرخ شده بودم. چیزی به گفتن نداشتم. پدرم گفت نه شرم پسر جان، بگو ببینم پول داری؟ گفتم بله پدر، دارم. خب من رفتم دیگه. پدرم گفت بخیر بری. از خانه بیرون شدم. پیاده به طرف دانشگاه روان شدم. اصلا نفهمیدم اونجا چه قسم رسیدم. داخل رستوران شدم. ولی با دیدن چهره مریم روحم از سرم پرید. چشماش سرخ میزد. لاغرتر و پژمرده‌تر شده بود. مثل اروا سفید میزد. انگار در سیاهی آن چشماش دردی را پنهان کرده است. خدایا چی بلایی سرش آمده؟ با عجله نزدیک شدم و سلام کردم. گفتم سلام مریم، تو را چی شده؟ مریم با صدای نرم و گرفتگی گفت چطور معلوم میشم به نظرت؟ گفتم مریم مرا نترسان، تو را چی شده؟ تو خوب هستی؟ مریم سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت. بالای چوکی نشستیم ولی مریم چیزی نمیگفت. مجبور شدم من این سکوت لعنتی را بشکنم. گفتم مریم او روز سمی برای چی گفت؟ مریم با چشمان اشکبار و سرخ شدهش نگاه تلخی کرد و گفت پدر سمی نزدیکترین دوست پدرم است. پدرم میخواد با سمی ازدواج کنم. با شنیدن حرفش آتشفشان خشم در دلم فوران شد.
حرفهاش دستم میچرخید. نفسهای سنگینی گلویم را گرفت. چشمای میسوخت. گفتم نخیر مریم. امکان نداره. من نمیتونم تحمل کنم. مریم در حالی که لبخند نحیف میزد و من حیران مانده بود. گفت علی. گفتم بله مریم. تو مرا؟ علی گفت بله. مریم از روزی که دیدمت عاشقت شدم. تو همه چیزم شدی. حتی درد کشیدن به خاطر تو لذت بخش است. مریم تو زندگیم هستی. همه چیزم هستی. خیلی منتظر بودم تا یک روزی برات حسم را بگویم. خیلی ای روز دیر آمد اما سر وقت آمد. مریم در حالی که اشک میریخت با لبخند به من میدید. از جایش بلند شد و کنار من نشست. و چشمایم دید و خیلی عمیق بعد سرش را روی شانه‌ام گذاشت. دلنادل دستش را گرفتم. سرد بود. انگار هیچ حسی نداشت. نجوا کنان به من گفت علی. گفتم جانم. مریم گفت ما زندگی خسته شدیم. دیگر توان درد کشیدن ندارم. نمیدانم با پدرم چگونه مبارزه کنم. گفتم مریم اینطور نگو. مریم تو باش تا ما بخندم. تو نفس بکش تا دنیا برم زیبا شوه. تو بخند تا بیشتر عاشقت شوم. درست بود. من خیلی عاشق مریم بودم و او را دوست داشتم. ولی یک چیز مرا می آزرد. من پول غذایمان را به سختی پیدا می کنم. مریم با ناداری ما چی عکس العمل خواهد نشان داد؟ او بازم مثل حال مرا دوست خواهد داشت؟ مریم به طرفم نگاه می کرد. پلهای سنگین می زد. گفتم خسته هستی مریم؟ گفت آره بخواب هستم. گفتم مریم یک چیزی ازت بپرسم؟ گفت بله بگو جان. گفتم فقط جان؟ مریم لبخند زد و گفت باشد جانم، حالی سوال بپرس. پرسیدم چرا ازم فرار میکردی؟ سرش را بلند کرد. راست و مستقیم به زاویه من نشست. گفت اگر پاسخش را نتم چی؟ ابروهایم را بالا زدم و گفتم نه نمیشه. اصلا امروز مجبوری تا با ترست روبرو شوی. مریم نفس عمیق کشید و گفت خوب میدانی دوست دارم. وقتی از سمی خبر شدم دنیا سرم قیامت شد. اصلا تاب روبرو شدن با تو را نداشتم. رویم نمیشد. میترسیدم بعد از اینکه ای گپا برات بگویم بگذاری و بری. شاید چی بفهمم. هر چیزی فکر کنی. لبخندی از خوشی زدم و به طرف مریم نگاه میکردم. مریم از شرم سرخ شده بود. گفت چرا میخندی علی؟ گفتم مریم نبود دست ما برم 3 سال گذشت. میفهمی امروز اینجا آمدم تا برات حرف دلم را بگویم. پس اصلا چیز دیگری در ذهنم خطور نکرده. من کنارت هستم، نگران نباش. در دلم گفتم اگر تو از علی حقیقی خبر شوی حتما تنهای میگذاری مریم. با مریم تا نزدیک های خانهشان رفتیم. او خوب نبود. خواستم مطمئن شوم که خانه رسیده. مریم رفت داخل خانه و من که لبخند خوشحالی به لب داشتم به طرف خانه روان شدم. مریم نزدیک غروب بود. خانه رسیدم. خوشحال شدم که این عشق یک طرفه نیست. یعنی هنوزم باورم نمیشد که علی عاشق من باشه. واقعا خدایا به خاطر این عشق سپاسگزار هستم. یک نفر است که در دنیا میتوانم همراهش به آرامش برسم. ولی با چهره خشن پدرم روبرو شدم. دلم به لرزش افتاد. قلبم تون میزد. با قدم‌های آهسته به طرف پدرم رفتم. ولی با دردی که در صورتم احساس کردم اوضاع خرابتر از چیزی بود که فکر میکردم.
پدرم با صدای بلند گفت او پسر کی بود مریم؟ چشمایم از صدقه بیرون زد. در حالی که چشمایم پر اشک شده بود و بغض سنگین مرا در بر گرفته بود، هیچ جوابی ندادم. سرم دور میخورد و سیاهی در چشمم دیده میشد. چشمانم را بستم و نفس عمیق کشیدم. پدرم دوباره صدا کرد مریم. گفتم دوست دانشگاهی. پدرم گفت مریم این چه قسم دوست است که تو را تا خانه میرسانه؟ و ها در روز جمعه تو دانشگاه چی کار داشتی؟ گفتم خسته بودم، خواستم قدم بزنم، تصادفی دیدمش. اسمش علی است. پدرم پوزخندی زد و گفت مگر مرا خر فرض کردی؟ من پدر تو هستم دختر. گفتم پدر فقط دوستیم. پدرم گفت دوست؟ ببین دختر تو پنهان از من چی کار میکنی؟ اما باز هم چیزی نگفتم، فقط سکوت کردم. با عجله به اتاقم پناه بردم و اشکهایم شروع به ریختن کرد. هیچ چاره ای نداشتم، فقط اشکهایم میتوانست آرامم کند. روی تخت دراز کشیدم. به علی فکر میکردم، به حرفهاش، به لبخندش، به بوی تنش، به چشمان قهوه‌ایش. لبخند در لبانم ایجاد شد. خوشحال بودم که حسم یک طرفه نیست. یعنی علی هم عاشقم بوده. باورم نمیشد. پس حدسم درست بوده. اما دلم درد میکشید که چرا بین این همه عاشقا در دنیا یک ما هستیم که باید درد بکشیم. واقعا جواب سوال برم سخت بود، یا بهتر است بگویم جوابی وجود نداشت. واقعا چرا عشق با این همه زیبایی در کنارش درد و رنج داره؟ آیا قرار است کتاب عشق علی و مریم ناتمام بماند؟ علی. چند ماه رابطه ما را به خوبی پیش می بردیم، ولی همیشه مریم ناراحت بود. امروز خواستم تا شب از ناراحتی مریم کاهش بدم. او را با خود بردم به باغ زیبایی از پدرکلان سحاک که در یکی از ولسوالی های کابل موقعیت داشت. با هم در حال قدم زدن بودیم، ولی مریم رنجورتر شد. در کنار یک دیوار بزرگ که جایی برای نشستن داشت نشستیم. مریم با چشمای پوندیده که معلوم میشد درست نخوابیده به من نگاه میکرد، ولی چیزی نمیگفت. بالاخره طاقتم تاق شد و دستش را گرفتم. گفتم عشقم. گفت جانم. گفتم تو خوب هستی؟ مریم گفت بله و دیگر چیزی نگفت. گفتم خوشت نامد از اینجا؟ مریم گفت نه خیر، برعکس خیلی زیباست. چشماش را به اطراف باغ دور داد و نگاهی به چهار طرف باغ انداخت. من که قفل شده بودم به او چشمای سیاهش. یک باره لبخند زد. مرا بار هزارم عاشق خود کرد. گفت ای قسم نبین، میخوایی مرا قربانی نگاهت کنی؟ لبخندی زدم و گفتم فکر میکنی من خیلی سالم هستم؟ چشم آهوی من؟ دستش را بوسیدم. مریم سرخ شده بود. چشماش اشکی شده بود. یک باره چنان خودش را در بغلم فرو برد که گرم شدم از آرامش. بوی تنش در تمام سلولهای بدنم دوید. بوی مشک میداد، بوی عشق، بوی بیقراری، بوی درد، بوی خاص و دیوانه کننده. با دستم موهایی که در پشت سرش انداخته بود نوازش کردم. نرم بود و این بوی خوش از لای موهایش فرار میکرد و در بدن من پناه میبرد. نفسهایش تون تون میزد. میخواستم زمان متوقف شود، نه پیش بره نه به عقب. درست در همین ثانیه ها متوقف شود. روزها هیچ وقتی شب نشن. آفتاب نره. شکوفه ها بهاری بمانند. پروانه ها در حال پرواز. آبهای رودخانه همیشه روان باشد. بادها در حال وزیدن. ابرها در حال رفت آمد. پرنده ها همیشه به پرواز بمانند.
بلبل‌ها در حال خواندن باشند و ما و مریم بدون کدام مانع در کنار هم. مدت زیادی بین ما و مریم چیزی رد و بدل نشد که یک باره متوجه شدم پیراهنم تر شده. بله، مریم گریه داشت، اما چرا؟ دستانم را محکمتر دورش پیچاندم تا که شاید آرام شود، ولی او بغض زیادتر می شد. ای خدایا، مگر قرار است چی شود؟ با صدای آرام گفتم مریم، ولی مریم جوابی نداد. نگرانش شدم. کمی خود را دور کردم تا ببینم چی شده، ولی مریم سخت‌تر بغلم کرد و چیزی نگفت. دوباره به نوازش موهای شروع کردم و مریم هنوزم گریه میکرد. دلیل گریه های مریم را ندانستم. از خوشی است یا چیز دیگر. یک باره مریم سوال عجیبی ازم پرسید. گفت علی، به نظرت کتاب عشق مریم و علی به کجا ختم میشه؟ در دلم حس ناشناخته وارد شد. نگران شدم. مریم درست به چشمایم نگاهی انداخت، ولی من به جای نامعلوم چشم دوخته بودم. مریم گفت علی، سکوت نکن لطفاً. گفتم مریم، اگر راستش بگویم جوابی ندارم. مریم با لبخند تلخ گفت میدانستم عزیز دلم، هیچ کسی جواب نداره. با این حرفش اشک از گوشه چشمایم پایین ریخت. داستان ادامه دارد.